جاده دیلمان، کوههای آلف، 1958. اینجا یکی از دیدنی های جنگل های سیاکل می باشد. در اینجا کلاغی از راه نمی رسد و شغالی صدا نمی زند. امروز 29/1404 می باشد و گروهی از کوهنوردان با ماشین خود این اسفالت را با زحمت بالا می روند و گویی که هیچ کس از آنها برتری ندارد و گاهی نیز از آسمان برف‌های ریزی نیز در حال باریدن است. اینجا پیچ آخر اسپیلی به دیلمان میرسید. نکته اصلی اینه که این شلغوز از من جلو زد. نامرد.